این گذرگاه میان قرقیزستان و قزاقستان در اول ماه اوگوست است. ازدحام مردم پس از استراحتشان در اسیقول برگشتند. در نزد گذرگاه مرزی قزاقستان صدها آدمان تنبه شدند. زنهای کودک به دست، سالخورده‌های خسته و خشمگین، همه آنها در قفس آهنین درماندند و برای عبور مرز ساعتها انتظار می‌شوند. چون موسم استراحت در اسیقول انجام شده است، حالا در مرز نوبت طولانی دیده نمی‌شود. هرچند ناراضگی مردم قزاق در نسبت مرزبان‌های قزاقی هنوز هم وجود دارد. بیشتر از همه مردم از گذرگاه آهنین شکایت می‌کردند و آن را به زندان اوسوینسیوم تشبیه می‌دهند. مرزبانی قزاقستان هم مثل که صدای مردم را شنیدند و به برکندن ساختمان آهنین آغاز کردند. میگویند که در آنجا قفس آهنین است و حالا به کندن آن شروع کردند. میگویند که بهتر می شود، ما هم به این امید داریم. شاید به این تصمیم مرزبانان قرقیز واکنش حامی اساسی حفظ حقوق بشر در قرقیزستان کوبات اتاربایف سبب گشت. امبودسمن هم ساعت‌های طولانی در نوبت بود و بعداً به دستگاهش سپارش داد که به پرزیدنت اتامبایف و امبودسمن قزاقستان برای بازنگری این مسئله مکتوب بفرستند. امبودسمن ما در سفر خدمتی بود و شخصا نقطه مرزی در کوردایرو گذشت. با آن وضعی که در اینجا روبرو شد، او را وادار کرد تا به پرزیدنت قزاقستان به عنوان کفیل حقوق کانستیتوسیونی مردم مراجعت کند. آیا واقعا هم حکومت کشور همسایه تصمیم گرفت که فعالیت گذرگاه خود را مرتب کند؟ هنوز معلوم نیست. به درخواست ما برای شرح وضعیت در خدمات مرزی قزاقستان پاسخ ندادند. ولی شهروندان هر دو کشور امیدوارند که به زودی گذشتن از یک مرز به مرز دیگر راحت تر می شود.